با شکرگزاری فضای مهربان و وحدت شعاری همه‌روزه خویش، جلوی نوربار آفتاب امروزی عمر را با نقشه نوین در ناحیه رشت استقبال گرفتیم. ما اهل ایجاد تلویزیون علم و طبیعت، آوازه سرسبزی و زیبا منظری دهه هوید را هنوز در شنیدن ترانه مادری سراینده شهیر تاجیک ابرمرد صنعت تاجیک ظفر ناظم شنیده بودیم. ولی به مقال مشهور شنیدن کی بود مانند دیدن، به صبرانه انتظار دیدن این گوشه رشتان زمین بودیم. باید گفت که مسافه راه از مرکز شهرک غرم تا جماعت دهاتی هوید نزدیک 70 کیلومتر را تشکیل می کند. راه به سوی این دهات آوازدار منفرش است و تل و تپه ها سبز و خورم. طبیعت ناتکرار این گوشه دیار باشد با کوههای سر به فلک و آسمان کب کبود و صدای مرغوله‌دار دریای سرخاب کس را به عالم تخیلات رنگین بیچون و چرا آواره می سازد، زیرا بیشتری راه ماشینگرد لب این دریای پرشور می گذرد. در بهار گرما دیدن چنین منطقه‌ای که هوایش خیلی سلخین است به کس فورمی دو چند میبخشد. اینک ما در جماعت دهاتی هوید قرار داریم که درازی راه از ناحیه رشت به اینجا 65 کیلومتر رو تشکیل داده است و اینجا دره هست با نام دره شرم که آب است در چقوری بیش از 50 متر و سنگ‌های عظیم گوییم که به اصطلاح مردم اینجا خرسنگ‌های موجود هستند که دیدنشون خیلی به چشم نور میبخشد و یک عالم افسانوی رو میماند. خب شما نیز اگر امکان دارید حتما بار شاید مهمان این منطقه میشوید و از این منظره های دیدنی باب حتما دیدن مینمایید. نخست به دهه زرنگک رسیدیم و ساختمانچیان را سرگرم کار دریافتیم. پس از نزدیک شدن مشخص گردید که در این مکان برای آسیب دیدگان از زلزله بهاری امساله در چند دهات ناحیه رشت منزل استقامتی می‌سازند. به اطلاع مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت محلی در ناحیه رشت، منزل‌های استقامتی با طرح زمانوی از جانب برخی تشکیلات و صاحبکاران وطنی با پیروی از دستگیری‌های بی‌واسطه سرور دولت محترم امام علی رحمان باید در مهلت معین گردیده ساخته تا ابتدای فصل سرما به استفاده داده شوند. همکاران ما نیز لحظه چند به کار ساختمانچیان همراه گردیدند تا سهم کوچکی خویش را در این عمل خیر گذارند. بعدا ما می‌خواستیم به مکان حادثه زمین لرزه راه را ادامه دهیم، ولی به ما توصیه دادند که قسمت بیگاهی روزی راه را ادامه دهیم، زیرا راه آنجا کمی دشوارگذر و خطرناک است چون باریک است و خیلی چنگوق و بارآلوده. راه را تا مرکز جماعت دهاتی هوید ادامه دادیم. در این گوشه منطقه کارمندان بخش آبادانی را به کار رنگ‌وباری بنای جمعیتی پیدا کردیم. جماعت دهات هوید در ناحیه رشت کلانترین جماعت می باشد. جماعت دهات هوید
بسیار منطقه‌های سیاحی دارد، بسیار منظره‌های زیبا دارد. مردم جماعت دهات هوید بسیارتر با چاروداری، با زنبور پروری، با کشاورزی یعنی کچک پروری مشغول میباشد. زیرا در تمام فصل سال در جماعت دهات هوید طبیعت سبز خرم است. در جماعت ما آب یک بسیارتر از آب دریای آب کبوتاب، آب توتک و چشمه‌هایی که از های بلند میفرویند مردم بسیارتر برای کشاورزی استفاده میبرند. در جماعت دهات هوید در دوره استقلالیت بسیار آبادی‌هایی که می‌بینیم امروز بنیاد انشاءات‌های مکتب، بنگاه‌های طبی، مرکز سلامتی، تولدخانه و بنای جماعت نو و بسیار آبادی‌ها در ما شده ایستاده است. با دستگیری رئیس جماعت با ما نفری همراه شد و راه گرفتیم به سوی پل غول که به توصیه باشندگان دهه این گوشه افسانوی بوده است. در راه زمین‌های کارم سبز و خرم با خوشه‌های گندم، بوته‌های پرنشأ و نمای کارتوشکا، درختان پرمیوه رنگارنگ چشم دلخواه بیننده را پرنور می‌گرداند. اینک به مکان منظره دلفریب و افسانوی رسیدیم. با روایت پیران دهه پل غول برای رفت و آمد ساکنان دو دهه ساخته شده است، زیرا در دهه بالاتر مکتب تحصیلاتی میانه عمومی تنها برای صنف‌های ابتدایی ساخته شده است و خوانندگان دوام تحصیلشان را در مکتب دهه بیگ سیاه به اتمام میرسانند. در بالای این بلندی که از سبب گرم و ناهموار بودن راهها ما تا آنجا نبرآمدیم، دهه دشتی به آب جایگیر است و زمین‌های کارم در اینجا نیز از زحمت شبانه روزی دهقانان اصیل ناحیه رشت درک می‌دهد. بهاران برای پرورش زنبور عسل این مکان خیلی مساعد می باشد، زیرا طبیعت اطراف سراسر رستنی های سرغذا، گلپوش و شفا بخش بوده برای شکار زنبورها خیلی قلای می باشد. این حال من میبینم که شما با کارکردی زنبورها در این یشکا کار دارید و مهمه است این چگونه خدمت رسانی است برای زنبورهای عسل؟ مهمه ده وقتی زنبور زویچویش، وقتی که زنبور وقتی کارکردی بچکنی زویچویش بعد مای بعد وقتی حاصل عسل میشه بگه. عسل مهمه او چی فرقیت دارد از دیگر عسل ها؟ به خاطر که در بهاران طبیعت یعنی ناحیه رشت خودش زیبا که هست. ای همه نمود گل میوگی هم هسته، گیاه هم هسته. ای همه گل که هسته به همون خاطر عسل مای و دیگر عسل و فرقیتش خوبه. خب میگویند که وابسته به اقلیم جایگیر شوی زنبور رنگ عسل تغییر میکند. در جماعت هوید عسل ها بیشتر کدام رنگ را دارن؟ اینجا ما هم عسلش سرخ میشه، هم عسل سرخ عسل خوبه میگن. ای همه عسلی که همو رنگش سرخ بود چند رنگ میشه، زرد میشه و دیگر نمودار میشه. نکی سرخش عسل خوبه، چون خوبه، هوا خوبه، گرمه، تازه های عسل خوب میشه. گروه آدمان را سرگرم کاری ساختمانی در دهه بیگ سیاه پیدا نمودیم. معلوم گشت که قبلا در این دهه دوردست بنگاه طبی عموما نبوده است. اکنون با کمک اهل دهه و مدد به کار افتادگان این عمل مفید و خیر باید انجام داده شود. ساختمان بنگاه طبی نبود، اینجا فعالیت نداشت و همراهی رئیس جماعت قطعی همراهی قشلاق مصلحت کردیم هم یک بنگاه طبی بسازیم. خب قبلا مردم این دهات به کجا مراجعت میکردن وقتی بیمار میشدن؟ هوید، جماعت هوید یک 6-7 کیلومتر راه بود. من از مصلحت کردیم هم اینجا یک بنگاه طبی ساز میکنیم. این حال طبیب دارید که بعد در این بنگاه طبی کار فعالیت کنه؟ خوندگی آنها هست. بعد از ساختمان به انجام رسد جوانان تحصیل کرده کار میکنن.
در راه بازگشت به سوی جماعت دهاتی هوید بینای محتشم و زمانوی دقت ما را به خود جلب کرد. اینجا مکتب تازه بنیاد با طرح زمانوی و دارای تجهیزات معاصر برای خوانندگان بوده است. بینای مکتب با طرح سیمخانه‌های برهوا از جانب صاحبکاران وطنی در همکاری با شرکت شریکان رشد ساخته شده است. دانش طلب و بزرگی آموز تا به نگرد روزت از روز. اینک ما در جماعت دهاتی هوید در دهه هوید قرار داریم. در دوران استقلالیت توجه سرور دولت برای بنیاد مؤسسه‌های به طلبات زمان معاصر جوابگو تلاش بی‌نظیر است و در این جماعت دوردست ناحیه نیز در دوران استقلالیت چنین مکتب زمانوی با طرح معاصر به استفاده داده شد. مؤسسه تحصیلات میانه رقم 22 بیش از 800 نفر خواننده در این مؤسسه تحصیل میکند و از جمله 33 نفر آموزگار، 3 نفرش زنها میباشند، 20 نفر آموزگارمون دارای معلومات عالی. همه صنفخانه ها با همه تجهیزات ها مهیا هستند و در دو بست خوانندگان تحصیل میکنند. در راه صحبت کنان با نماینده ناحیه رشت می رفتیم. پیوسته سوالهای گوناگون می دادیم چون در واقع روزگارداری مردم این گوشه دیار خیلی فرق کننده است. این گوشه سراسر کوهسار است. دریایی که از آغوش این دره زیبا منظر با نوا و شور آمده به دریای سرخاب همراه می گردد آبی کبود نام گرفته، زیرا مصطفی و طعمش شیرین و گوارا است. در ساحل این دریای دلربا مجسمه مادری هوید قامت افروخته است. باز آمدم به کوی تو ای قبله امید، ای مادری که ساعت جانم سرای توست. با این مصرع‌های شهردار ارتیست خدمت نشان داده جمهوری تاجیکستان شادروان ظفر ناظم در نزد همین پیکره مادر در جماعت دهاتی هوید این سرود را معمول و مشهور گردانید که امروز ما خوشبختانه به زیارت این باغ فرهنگی آمدیم. در نقشه است که به روزهای نزدیکی این مجسمه نیز تعمیر را ببیند و چون که دریای کبود از پهلوی این باغ می‌گذرد، تماشا و دیدنش برای دلخواه سیاحان و بینندگان زیبایی دوچند است و حلاوت دوچندان می‌بخشد. با روایتی سالمندان جماعت دهاتی هوید مجسمه مادر به خاطر شهیدان زمین لرزه شدید سال 1949 در این مکان رخ داده و عنقریب اهل یک دهه را به کام مرگ فرو برده بود بهر پاس خاطر بنیاد یافته است. با روایت کلانسالان تخمینا سالهای 72 73 74 سال مجسمه ساختند مادر هوید، یعنی برای یاد از زلزله هوید جان چندین کسا را برده بود. سرودی مشهوری ظفر ناظم مادر در همین جا ثبت شده است. اکنون هوا کمی سرخین‌تر شده بود و ما شتاب می‌کردیم تا خودی همین روز به دیگر جماعت رسیده از منطقه ضرر دیده بر اثر زمین لرزه از نزدیک شناس شویم. در واقع راه ماشینگرد به سوی یکی از مکان‌های آسیب دیده جماعت هیچبارک دهه یرخبی بالا خیلی ناهموار و خطرناک بود، لیکن به این راه ناگوار نگاه نکرده ماشین‌های بارکش کمکی چندین تشکیلات و سخاوتمندان را به مسافه 67 کیلومتر دورتر از مرکز ناحیه رشت برده رسانیدند. از قبیل مواد خوراکه و محصولات ساختمانی در این دهه خانه‌هایی که قسماً خراب و بلنگار گردیدند باز از سر نو به طور حشری دست جمعی برای این مردم ضرر دیده باید منزل نوی زیست ساخته شود. اینک ما در مکان قرار داریم که بعد از زمین لرزه خرابی‌های شدید آورده است و با زن هم صحبت می‌شویم. از او پرسان می‌شویم که چنین زمین لرزه‌های ضررآور چند بارها تکرار شدن در این منطقه. سه بار شد اینک زمین جنبش میتمیشه ما. پارسال سال 2021 بود همین تشدیدیم اینک با 2025 بود اینا. اگه با بکار شدیم. زمستون 6 ماه 6 ماه زمستون داریم. این اگه 3 ماه بهار متیار شد. نه این کچکاب میپرانه میفروشه میگیریم، نه این حالا سواد چی میچینیم خیلی تربیتش میگیریم میچینیم میفروشیم. حسابی همین سیو کچکام ما خرد خراکم وای.
تشکر و سردار دولت که ما را دستگیری کرد. ما منتدار خرسند ای جناب عالی. امیدواریم که در خانه نو خوشبختانه زندگی کنیم. های خداوند دیگه این روزا نشون مونتیه. های ما منتدار خرسند ای جناب عالی که های دستگیری میکرد. آرد، روغن، برنج، شکر، این خروکه، این متریال خونه، همه چیز زندگی چی میکرد. یاردم میکرد، دستگیری میکرد. سحری ساعت 9 امی حادثه رخ داد. خیلی که شکر خدا که مردم در بیرون بودن. پای کار دادن زنده و ساعت سلامت بودن. دهشت بود. چند دقیقه دوام کرد؟ یک بگیم سکونده امی خیلی دوام کرده گیه. نه امی 2021 بده که بعد پیش درک نداریم. امی 2021 همی خیلی زمین لرزه مقصد به حد سخت بود. با این سال 2025 ایو سخت شده. 2021 بده و تا خونه مثال کشلاک ما ویرونی بعد نشده بود. کشلاک‌های بالا ویرون شده بودن. اینجای ما ویرون نشدن. انا 2025 کشلاک بالامون 19 خوجگی هم تا 100% ویرون شدن. اینجای ما 10 خوجگی خیلی با ضرر دیدگی با بسیار 38 خوجگی هم خیلی ضرری چی دیدگی. ما شکر میکنیم که اساسگزار سال وحدت ملی پیشوای معظم ملت همین ما را در همین درون همین دره کی مثال خیلی یک جای است که کس نگذر است ما را در همینجا دستگیری کرده. شکرانه میکنیم که اساسگزار سال وحدت ملی همین خیلی غمخوری دولت است. همین خیلی خلق که مقصد یاردم مینه هزار رحمت که همین خیلی ما پیشوای معظم داریم که مینه داریم که یاردم مینه خلقه. مطابق اطلاع ساکنان این دهه در میان کوههای سر به فلک جای گرفته 6 ماه در این گوشه فصل زمستان حکم فرماست، ولی سوال به میان می آید که چرا آنها محض این مکان زیست همیشگی را انتخاب کردند. طبیعتش در آخر ماه می سبز و خرم، حولی‌هایشان سراسر درختان پرمیوه که روزی ساکنان این گوشه دیار است و چاروای کلان و میده نیز در هر یک خانواده به نظر می رسد. چون خلطه های چکه را در درختان مشاهده نمودم. حالا که سیم های برق خراب شده‌اند تا آن با اصول عنعنوی در آتشدان آماده می شود. این است آهنگ زندگی که آدمی را با خود مطابق می سازد. مسلم است که برخی آدمان این گونه محیط و مکان‌های آرام و طبیعتی واقعی را می‌پسندند. در راه بازگشت ما از جانب کوهی بلند به پایان می‌فرآمدیم. هوا تاریک و شام نزدیک شده بود. من انتظار رسیدن به روشنایی و نور بودم و شکرانه هستیم می‌کردم که در عالم آرزوی هوس‌هایم قصه از آبادانی این سرزمین می‌کنم و در این گوشه تنها مهمان هستم. وقتی شنونده دره کمراب میشنود، هنوز ندیده کوههای سر به فلک، نوای چشمه‌سار و دریاچه‌های سرد و شیرین و شفابخش پیش نظرها جلوه‌گر می‌گردد. آره، ما نیز این توصیف‌ها را از چندین اشخاص شنیده و گاه در پارچه‌های فیلم‌های مستند دیده بودیم. روزی 4 سفر کاریمان در ناحیه رشت بود. موافق نقشه شتاب داشتیم برای ثبت برنامه یک گوشه دیار در دره کمراب. این صبح خورشید عالمتاب در پشت ابرپاره‌های تیره پنهان شده بود. گاه‌ها به ما چشمک می‌زد و باز پنهان می‌شد. شمشم باران آغاز شد. نماینده ما را همراهی می‌کرده و تکرار می‌گفت: امروز کارتان نمی‌شود، شاید نرویم. ما با دلپوری تکرار می‌کردیم که حتما این گوشه افسانه‌ای را باید روی نمور آوریم. دره کمراب نیز از مرکز ناحیه رشت شهرک غرم در مسافه نزدیک 70 کیلومتر جایگیر شده است. این دره افسانه‌ای را دریای سربخ که از سینه کوههای سر به فلک که با آب چشمه‌ساران زیاد و از یخابی پیریخ‌های خیلی بزرگسال سرچشمه می‌گیرند و دو قسمت جدا می‌کند. در دو طرف دریا دهاتی بزرگ و کوچک واقع می‌باشند و اهالی این دهات نیز به کشاورزی و باغداری مشغولند. دره کمراب در حدود جماعت باقی رحیمزاده جای گرفته است. آب دریای سربخ در فصل تابستان مثل آینه صاف و بی‌غبار است، ولی جریان آب تیز بوده آبازی در آن خیلی خطرناک است. از گفته باشندگان این منطقه گلماهی‌های نادر محض در همین دریا سکونت را اختیار کرده‌اند. هنگام فصل بهاران این ماهی‌ها شناکنان به سمت سرگهی چشمه‌ها می‌روند تا از میوه‌های لذیذ استعمال نمایند و گاه‌ها از جانب ساکنان شکار می‌شوند. کوپرک‌های ماشین‌گذر و آدم‌گذر در چندین نقطه این دره مشاهده می‌شود که رفت و آمد آدمان را آسان‌تر گرداند. لیک برای ما گذشتن به دیگر سمت دست نداد چون آن روز کمی شمال و بارانی بود.
برای من هم باعث افتخار است و کم ترسناکتر است. در روی این کوپرو قرار دارم که این کوپرو در دره کمرا حدود دقیقه را میپیوندد. این کوپرو نام دارد کوپروک لرزان و امروز چون هوا کم ابری و شمال و بارانی است شاید تا کنج رفتن من جرأت ندارم، اما درختانی که این رو میبیند در واقع دیدنی است. صدای هیاهوی 10 مرده چوپان‌ها دقت ما را به خود جلب ساخت. موسم بهاران برای مالچرانی از دیگر مناطق کشور رمه زیادی گوسفندان را به این گوشه دیار می‌آورند. در آتشدانی از سنگ‌ها آماده شده چای می‌جوشد، چای دریایی که طعمش ناتکرار است. صدای گوسفندان با شر و شور دریا هماهنگ می‌شود. چوپان بالای اسب زمزمه کنان از قفای این نعمت زندگی که کفیل روزگاری پربرکتش است نوای عشق می‌خواند. مطابق روایات پیران این گوشه افسانوی، این دره چندین چشمه های شفا بخش دارد که بیماری های پوست را تبابت می کنند. یکی از همین گونه چشمه ها این چشمه خوشلر می باشد که در رو بروی دهه عشق دره از بلندی بیش از 500 متر به سوی دره با شتاب می آید و به دریای پرتلاطم سارباغ همراه می شود. سفیدی چشمه از دوری نمودار است، آبش سرد و طعم شیرین دارد. من به عشقت میدم، قدر تو جانان وطن هر کس نداند کور باش. من یکی اندر صف آن جانساران دیدم. در واقع باعث افتخار است که چنین وطن زیبا، چنین وطن ناتکرار تنها ما را در نصیب است. بیننده عزیز، شما در روی نوار چشمه خشلر را میبینید که از بلندی نزدیک 1000 متر به پایان جوری میشود. پیران دهه میگویند که این آب در تبابت چندین بیماران فایده مفید دارد و دیگر مردم از دیگر مناطق کشور محض به اینجا میآیند تا از این آب استفاده برند، زیرا هم خوردنش هم برای آبادی برای جسم و روح انسان فایده زیاد دارد. چنانه که بالاتر تذکر دادم، گرد و اطراف این چشمه پر از شپرک‌های رنگارنگ است که در اطراف آدمان پر میزنند و گویا عموما از آدمان نمیترسند. فصل تابستان این مکان خیلی سرآدم است، زیرا بیشتری آنها برای آبازی و شفا یافتن به اینجا میآیند. بیننده عزیز، این یک من از ذوق و بلندی نزدیک 15 متر برآمدم و متاسفانه این سنگ‌ها خیلی لغزانکند. من نمیتوانم که از این جای بلندی آب استعمال کنم و شاید به پایان فرآمده بعدا همین آب را برای شما قصه میکنم، اما در واقع فراموش نشدنی. سفر ما در دره کمراب به سوی بالا ادامه دارد. در پشت من در روی نوار شما میبینید پیریخ‌ها را که در آخرهای ماه می هنوز سفیدی میکنند و این پیریخ‌ها هر یک آب شده به دریای سارباغ همراه میشوند. ما تصمیم داریم که چند کیلومتر دیگر بالاتر رویم، زیرا میگویند که جالبتری این منطقه هنوز بالاتر است. اکنون ما تصمیم گرفتیم باز بالاتر رویم. از روی قصه ساکنان این مکان بالاتر کلی ماهیان بنیاد گردیده است و صاحبکار در این گوشه زیبا منظر پرورش ماهی را به راه مانده است تا سیاحانی که از اینجا دیدن می نمایند از این نعمتی به بهای طبیعت استعمال کنند. اینک پس از طی نمودن نزدیک 50 کیلومتر به سوی بالا در دره کمراب به جای رسیدیم که در اینجا حوض‌های ماهی پروری الکی بنیاد یافته ایستاده‌اند و مسلم است که پس چنده میتواند این گوشه سیاحی خوب باشد و تاجیکستان را در عرصه جهان معرفی نماید.
در این روز سبت برنامه چون هوا کمی بارانی بود، متخصصان بخش ماهی پروری را در این مکان پیدا نکردیم، لیک از مشاهده ها برمی آید که طبیعت این گوشه دیار به ماهی های از دیگر مناطق کشور آورده شده پسند افتاده است. فعالیت این ماهی ها خوب به نظر می رسد، زیرا آبی که از طریق کارکرد شده به این حوض وارد می شود آب تازه چشمه ساران و دریاچه سارباغ است. اکنون شام نزدیک می شد و ما با شتاب به سمت شهرک غرم حرکت می کردیم، چون که در این جمعه برنامه فرهنگی و فراغتی بخشیده به ماهواره جوانی شام جوانی انتظار بود. صحنه بینای کاخ فرهنگ ناحیه رشت ترنم عید جوانی و دستاوردهای جوانان ناحیه مذکور می‌کرد. جوانان را نیروی آینده ساز ملت سرور دولت محترم امام علی رحمان اعلان داشتند. این است که همه ساله جشن روز جوانی با شکوه و شهامت خاصه در تمام مناطق کشور تجلیل می‌گردد. اینک ما روز جوانی را در ناحیه رشت استقبال گرفتیم. زیر تنین صدای سرنای و کرنای ورزشگران نورست با مشق و تمرین‌های ورزشی مهمانان را در صحن این بنا پیشواز گرفتند. در دهلیز این بنا محصول ایجاد جوانان و نورستان ناحیه از جمله محصول ایجاد رسامان و دستاوردهای غالبان آزمون‌های جمهوریوی منظور مهمانان و بینندگان گردانیده شد. باعث خوشنودی است که در ناحیه رشت جوانان و نورسان معرفت آموز فعالیت پرثمر داشته، این زمان تعداد گیرندگان استیپندیای پرزیدنتی در این ناحیه به 40 نفر رسیده است و این جوانان دانش آموز در آزمون‌های سطح جمهوریوی صاحب مقام افتخاری می‌گردند. نفر گیرنده استیپندیای پرزیدنتی موجود است که بنده نیز یکی از اعضای آنها میباشم. ما جوانان ناحیه رشت وعده میدهیم که سخنان پیشوای معظم ملت خود را سرمشق کار خود قرار میدهیم و همیشه تلاش مینماییم که تا که نامبرداری وطن و ملت خویش باشیم. تاجیکستان 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 میکنم شکری کم و بسیاری تو، میکنم شکرانه از آزرم و از آزاری تو. از تو من ثروت نمیخواهم، وطن هستی بس است، با خس و خورت برابر زندگی کردم بس است. من نظامزاده مریم، خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 48 از دهه پلوبه ناحیه رشت گیرنده استیپندیای رئیس ناحیه می باشم. اولا مینداری خودم را به اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان می رسانم که برای ما جوانان چنین آزمون ها تشکیل نموده است. اول خصوص آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. تاجیکستان وطن عزیز من، گیرنده های استیپندیهای علم فروغ معرفت، استیپندیهای پرزیدنتی و ما جوانان پیوسته برای آباد و آبادانی گردانیدن کشور عزیزمان کوشش می‌نماییم. بزم جوانی با برنامه فرهنگی و فراغتی و هدیه سرودهای جوانی طبیع حاضرین را بالیده ساخت. در صحن بینای مقامات اجرایی حکومت محلی در ناحیه رشت با نماینده کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان هم صحبت گشتیم. موصوف اطلاع داد که برای جنبستی برنامه 3 ماهه زبان آموزی زنان در ناحیه مذکور به این گوشه دیار سفر کرده است. در پرتو دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت با مقصد رسانیدن سیاست خردمندانه و هدفمندانه دولت و حکومت مملکت، سفر نوبتی رهبریت کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با هیئت گروه کاری کمیته به ناحیه‌های منطقه رشت انجام داده شده ایستاده است. ضمن ملاقات رهبریت کمیته از دستگیری و غمخوری‌های پیوسته دولت و حکومت مملکت در سمت دستگیری نمودن طبقه‌های اهالی جمهوری تاجیکستان، مخصوصاً طبقه‌های نیازمند اهالی و آن عائله‌هایی که امروزها از فاجعه‌های آفت طبیعی ضرر دیدند
дастгириҳои пайвастаи давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро расониданд. Ин ташаббусҳо бо мақсади анҷом додани бо дигар мақсадҳои муштарак дар самти амалӣ сохтани барномаҳои давлатӣ самти кор бо занон ва оила, яъне ки гузаронидани мониторинги миёнадаврии грантҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ки бо мақсади рушди фаъолияти соҳибкории занону бонувон ба ин минтақаи дурдасти водии раштонзамин ҷудо гардиданд анҷом дода шуда истодааст ва ҳамзамон бо ибтикори кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои занону бонувони ноҳияҳои рашту лахш курсҳои ройгони 4-моҳаи омӯзиши забонҳои хориҷӣ, омӯзиши технологияи иттилоотӣ роҳандозӣ гардид ки имрӯз маросими тақдими гувоҳномаҳо ба шунавандагони курс ба хаткунандагони курси мазкур дар мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Рашт баргузор гардид. яъне ки ҳадаф аз баргузор намудани чунин чорабиниҳои аёдатӣ, суҳбату мулоқотҳо ва гузаронидани мониторинги миёнадаврии грантҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ин пеш аз ҳама ҷалби аҳли ҷомеа ба ҳаёти созанда ба корҳои бунёдкорию созандагӣ барои пос доштани ваҳдату истиқлоли меҳани азизамон ва ҳамзамон амалӣ намудани ҳадафҳои сиёсати ҳадафмандонаи роҳбари давлат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти баландбардоштани маҳорат, малака, касбият ва мақому манзалати занону бонувони кишвар мебошад. дар воқеъ таҳлилҳо ва мушоҳидаҳо бозгӯкунандаи он аст ки имрӯзҳо таваҷҷӯҳи тамоми қишрҳои ҷомеа барои беҳбудӣ бахшидан ба кору рӯзгори хеш аҳли кишвар пайваста дар талошанд. чун сатҳи некуаҳволии сокинони мамлакат дар ҳолати рушд қарор дорад, ҳамагӣ барои ояндаи дурахшон камари ҳиммат бастаанд то зарае ҳам бошад дар ободиву шукуфоии ин сарзамин саҳми кӯчаки хешро гузоранд. барномаи як гӯшаи диёрро бо ихлосу завқмандӣ аз гӯшаи зебоманзари диёри раштонзамин барои шумо рӯи навор овардем. умедворем тӯли ин дақоиқи умри азиз бо тамошои барномаи мо хешро болида рӯҳӣ бахшидед.